الرب یکی دیگه از اسمها و صفتهای الله متعال، یعنی تربیت کننده، مربی. تربیت به دو قسمت تقسیم میشه: تربیت عام، تربیت خاص. تربیت عام یعنی این که الله متعال تربیت کننده همه مخلوقاته. تربیت خاص یعنی این که الله متعال بنده های مؤمنش رو خودش تربیت میکنه. وقتی یه شخص مؤمن رو میبینی صدای اذان رو میشنوه، سریع وضو میگیره و به طرف مسجد حرکت میکنه، این تربیت خاص از طرف الله متعال. یه شخص مؤمن دروغ نمیگه، تهمت نمیزنه، قلب کسی رو نمیشکنه. و زمانی که اهل بهشت وارد بهشت میشن، به اونا گفته میشه سلام قولا من رب الرحیم، از جانب پروردگار مهربان به اونا سلام گفته میشه. و خیلی از پیامبران در دعاهاشون از لفظ رب استفاده کردن. زمانی که حضرت آدم و حوا به اون درخت نزدیک شدن و به خاطر همون از بهشت بیرون شدن، اینجوری دعا کردن: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. پروردگارا، ما به خود ستم کردیم، اگر تو ما را نبخشی و به ما رحم نکنی از زیانکاران خواهیم بود. و موسی علیه السلام زمانی که از مصر به شهر مدین رفت و به اون دوتا دختر شعیب کمک کرد و رفت زیر یه سایه نشست، اینجوری دعا کرد: رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر. پروردگارا، به هر خیری که به سویم بفرستی سخت نیازمندم. و دعاش قبول شد. در دعاهاتون از لفظ رب استفاده کنید. سلام علیکم.